دی آی تا ایکس منهای ایکس آی به اضافه ایکس منهای ایکس آی به توان دو دی آی به اضافه یک منهای دی آی بر دو تا ایکس آی به اضافه یک منهای این چرا این کیو آی با این برابره کیو آی درجه چنده کیو آی کیو آی که میخواید برای این بازه بیدار بود درجه چند هست؟ درجه دو خب اینم درجه دو ایکس من ایکس های به توان چرا؟ دو یادتونم کیو بسته تیلور با چی برابر؟ بسته تیلور یک تابه بسته تیلور یک تابه حول نقطه آلفا یه آلفا بود دیگه آ1 تا ایکس منهای آلفا دیگه چرا؟ آ2 تا ایکس منهای آلفا به توان چرا؟ دو خب آ0 با چی برابره؟ مقدار تابع در آلفا دیگه آ1 چی؟ مشترکش در آلفا آ2 چی؟ مشترک مجموع دوم در آلفا تقسیم به دو دقیقا ببینید همینجوری کیوهایی که شما بخواید پیدا کنید مطمئن درجه دوه یعنی اگر بحثش رو بنویسید تا کجا خواهد رفت تا درجه دو خواهد رفت خب کیوهای آ0 با چی برابره؟ مقدار حول نقطه ایکس آی بحث داریدم حول نقطه چقدر؟ ایکس آی مقدار تابع اف در ایکس آی که دقیقا اینه خب آ1 با چی برابره؟ مشتق تابع بگید در ایکس آی فرض ما اینه که با چی برابره؟ با دی آی دیگه ما فرض کرده بودیم که کیو آی مشتقش در ایکس آی با چی برابر باشه؟ با دی آی برابر باشه خب این چی؟ ایکس من ایکس آی به توان دو این باید چی باشه؟ مشتق مرتبه چند دوم در ایکس آی باشه درسته؟ این هم همونه دیگه تقسیم البته دو فاکتوریال خب ما شما یک تابع دارید کیو آی این رو میگم مشتقش هم مشتق کیو آی رو